یک جوان نزدم آمد، بسیار پریشان حال بود، آبی دیده میکرد. 25 ساله. گفتم چی شد؟ گفت کلمه طلاق را استفاده بردم، از زنم جدا شدم، 2 کودک دارم، دلم میسوزد برای کودکانم. سبب چی شد؟ گفت یک جا معرکه بود، پدرش آمد با 2 خواهرچه‌اش، خواستند که او را به معرکه برم، اما با صاحب آن معرکه من کمی ناجور بودم. من نخواستم که همسر من آنجا برود. او کمی نوشیده بود میگوید. هرچند خواستم فهمانم که امک گرفت، اول از خودم حقارت را سر کرد، هرچند خوب دیگر گرفت و از مادر شروع کرد. به این خاطر دیگر من خود را اداره کرده نتوانستم. از این سبب جنجال شد، چون از مادرم گرفت و از خودم گرفت و هرچند کشول بیرون کنم بود، دخترش همراه شد، خواست دخترش را کشول به خانهش برد. خلاصی گپ تا همین رسید. گفت که من کلمه طلاق رو از دهانم برآمد. اکنون هم اونها پشیمان، هم من پشیمان. دختردارها، وقتی دختر میدید شما دیگر حق و حقوق ندارید. حق شوهر برتر از امر پدر، دان که حتی بهز حق مادر است. اکنون بغل زنت گرم که خواب میکنی، دخترت نبیراهایت سرسان و سرگردان. اکنون میگید من چیکار کنم؟ گفتم رو نزد یگان فتواگر، یگان فتوایت بگوید، چون این موضوع از من دور است. اما سبب گفتنم در اون است که دختردارها بسیار هستند که گویا تصور میکنند که هنوز همون دختر همون حق و حقوق، دیگر حق و حقوق نداریتون و جز شوهر. اول شوهر است، بعد شما هستید. خود را احتیاط کنید. شما را دوست میدارم. بخشش کمی شوخ است.